چجوری با ذهنمون میتونیم شکل واقعیت آینده رو تغییر بدیم؟ اصطلاحا بهش میگن کوانتوم لیپ، جهش کوانتومی. چجوری میتونم شکل آیندهمو، زندگیمو اونجوری که دلم میخواد تغییر بدم، از واقعیت کنونی جهش کنم به یک واقعیت دیگه؟ چطور میشه این کارو کرد؟ چون ذهن انسان میتونه این کارو انجام بده دیگه. ما میتونه کوانتوم لیپ یا جهش کوانتومی از یک واقعیت به واقعیت دیگه میتونه اتفاق بیفته. چرا؟ چون بیشمار واقعیت اکنون اینجا جاریه با هم و ما امکانات مغزی داریم. بحث عرفانی نیستا، بحث عرفانی و نمیدونم نیروهای عجیب آسمان، بحث اینا نیست. مکانیزم‌های نورولوژیک و فیزیولوژیک مغز انسان این ارتعاشاتش تغییر میکنه و این ارتعاشات تغییر میکنه روی عملکرد میدان پتانسیل کوانتومی تاثیر میذاره. شکلگیری رویدادها و پدیده‌ها از بستر میدان کوانتومی برای شما در حیطه زندگی فردی شما تغییر میکند و این خودش قانونمنده، چه آگاهانه چه ناآگاهانه.